نکته خیلی دقیق به خاطری است که ما مصارف میکنیم، واقعا هر کدامی ما مصارف میکنیم، خب کجا میکنیم؟ در راه غلط و نادرست میکنیم، در راه شریعت نمیکنیم. امروز در وطن ما و شما بدعتات در حد نهایتش رسیده، مردم میکنن. اینمی جمعهایی که شما میکنی به نام ختم، این بدعت است. بدعت قرآن ثواب داره، لیکن به این شکل پیغمبر ختما را نکرده، مردم از کار نگذاشته و به این قسم نبوده. هر عبادت که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه و بدعت است. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. از دو خاطر انسان کوشش کنه یک رپر مصرف میکنه به طریقه پیغمبر، دیگار بار نکو. پدرت وفات کرده، مادرت وفات کرده، قریبت وفات کرده، جمعه 40 سال پورگی نکو. به اندازه یک دانه برنج برات ثواب نیست، بلکه گناه هم بردی به خاطر که بدعت تازه کرده ای. آلی به طریقه شریعت. طریقه شریعت چیست؟ پیغمبر برات میگه من فطر صائما کان جس له اجر مثل اجره، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. کسی که یک روزه داره افطاریش آماده کرد، برای از او افطاری داد، به مثل امیر روزدار اجر الله برش میده. در این رمضان ببینم که چقدر بیوه ها و چقدر یتیما را تو بردی، برنج انداختی یا خرما دادی یا روغن بردی یا آرد دادی برشان انداختی که ثوابش به پدر و مادرت برسه. ما این کارهایی که خیلی شریعت ما را مامور ساخته، این کارا را بکنیم، این را گذاشتیم، میریم پشت بدعتا را گرفتیم، مالای انگفتی ما مصرف میشه اما کلش بیجا. قرآن برات میگه ولا تبذر تبذیرا، تو خرج نکو بیجای و بی موقع، تبذیرا به خرج کردن. چرا؟ ان المبذرین، یقینا کسایی که بی موقع و بی جا مصرف میکنه ولو که کم باشه، کانو هست اخوان الشیاطین، برادرای شیطان است. خوش داری برادر شیطان شوی؟ چرا الله اینجا برادر شیطان معرفی میکنه؟ خب نکته از این میدونی برادر شیطان چرا معرفی میکنه؟ شیطان دعوت به کاری باطل میده، نمیخواه یک کسی یک امر شریعت به جا بیاره. وقتی که تو میخوایی کار میکنی، بدعت مالی تا مصرف میکنی، در این مصرف مال دیگرها را هم تشویق میکنی. شیطان میگه در جای ما ای کافی شد دیگه. مردم که در باطل دعوت میدادم، این مردکه رخنه را باز کرد، مردم چی کرد؟ به مردم مولی شد، مردم هم همی کار کرده رایسته. ای کسایی که 3 و 4 و جمعه و 40 را کشیده، در کلی همی گناه های که آینده مردم تا روز قیامت میکنه، اول مردکه قطع شریک است. چرا که بنیادش او گذاشته و مردم همو کار کرده رایسته. بنیاد کاری خراب نگذاره، وگرنه در کلی کسایی که کاری خراب کرده رایست تو قطع شریک میشی. قرآن کریم از این خاطر میگه که مبذرین اخوان شیاطین است. شیطان به باطل دعوت میده او تو به باطل دعوت دادی، مردم نمونه تو شدی، مردم تو را تعقیب میکنه. تو در مردیدی کار کردی، تو در توی دینی کار کردی، مردم هم همون کار کرده رایسته. برادر شیطان توستی. کدام دعوت که شیطان میکرد تو اول نمره شدی. نعوذ بالله. و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان برای پروردگار خود این ناسپاس است، سپاس الله را نکرد. زبانی که فرمان داد که سجده برای آدم علیه السلام بکو، او قطعا سجده نکرد. تو را الله گفته در راه های خیر مصرف کو مالیتا، خصوصا در قاربیت، خصوصا در پدر و مادریت، لیکن در اونجا مصرف نمیکنی، اینجا سری مردم دیگه نعوذ بالله بیجا خورده رایستی. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت، و اگر تو اعراض میکنی، روگردانی میکنی، عنهم از امی اقربا، امی مسکینا، امی مسافرا، از جهت نبودن مال در پیشید، یکی دستت مال وجود نداره، ابتغاء رحمت، به خاطر طلب کردن رحمت من ربک، از جانب پروردگار، که تو طمع داری که آینده الله برام مال بده، آلی در دستم چیزی نیسته، آلی تو بری از یا چیزی داده نمیتونی، اما امیدیت است، در قلب دی تصمیم گرفته که الله برام بده، باز به این مردم بدم. چی بکو؟ ترجوها که تو امیدی امو رحمت حاصل شدن به خود داری که الله برام مال بده. خیر چی بگو که آلی در دستت نیست؟ فقل لهم قولا میسورا، بگو بری از یا گفتاری میسورا، خیلی نرم که دلجویی از واشوه. یکی قولا میسورا، قولی که خیلی سبب آسانی و سهولت برای امو
سایل مسکین و ابن سبیل و اقاربت شوه، یعنی دعا بکو که سختی بالایش آسان شوه، الله تکلیفش دور بکنه. یک توجیه است. مال در دستت نیست، ای اقاربت است، مسکین است، مسافر است، پیش روی دستات شده، عالی چیز نیست که بدی، لیکن امید داری که الله برم بده باز بدم، خلا اقل بسیار بنرمی برش دعا بکو یا سخنی بگو که دلجویی ازی شوه. چیسته؟ بیادر جانم یا ماما جان یا مسکین جان، امیالی به الله قسم چیزی ندارم، اگر می داشتم دریغ نمی کردم انشاءالله، امید دارم که الله دست مرا خوب کنه، ما برد میدم. دوم ترجمه: و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت، و اگر تو اعراض میکنی روگردانی میکنی عنهم از همین مردم، ابتغاء رحمت من ربک، به خاطر طلب کردن رحمت از پروردگاری تو، ترجوها که تو امید داری برای خودی از یعنی رو میگردانی که تو دعا برش بکنی برای نمی مردم ها، چرا یا مشکل داره ضرورت داره بری تو پیش شده، فقل لهم بری خودشان بگو قولا میسورا، سخن خیلی آسانه، اگر پول نمیدی تو برش سخن آسان سخن نرم بگو. سخن نرم کدام است؟ سخن نرم اینطور بگو که یارا توهین نکنی، تحقیر نکنی، بگو الله متعال شما را به دادن ما چیزی نمیشه، این دادی انسان است، این دادی مخلوق است، الله ای متعال تو را به دادی خود مالا مال بسازه، سرفراز بسازه که دیگه هیچگاه تو نعوذ بالله بیروی نشوی. اینطور گپا برش بگو. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نگردان دستیتا بسته شده به گردنت، ولا تبسطها مگشایم دستیتا کل البسط به تمام گشادن، فتقعد ملوما که تو بشینی ملامت کرده شده، ملزم کرده شده. در صورت اول اگر تو دست گردن بسته کرده هیچ مصرف نمی کنی، کلی مردم برد میگه که فلانی خان سیکو سرمایش در کجا رسیده، یک گروپ از دلش نمیبره. و توری نشو و ای طور هم نکنی که دستی تا اعلا کنی چیزی که در دست میاد برو در بیگای خودم چیزی نمیمانی، محصورا که باز در این صورت تو در مانده میشی، دستی تو با دیگر را دراز میشه. ای کار نکن. اسلام دینی چیست؟ در میانه، افراط و تفریط نه در عقیده قبول داره، نه در عبادت، نه در عمل، نه در معامله، نه در اقتصاد، نه در سیاست، در هیچ جای افراط و تفریط الله متعال قبول نداره. از خاطر اسلام دین درمیان است، امت پیغمبر امت درمیان است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما وسط هستیم، در کل چیزا وسط هستیم، در خرج و مصرف هم باید وسط باشیم، نه دستا بسته که یک گروپه در موقع ضرورت هم مصرف نمیکنم و نه اینطور دست الا که باز دستی خودم به دیگران دراز شوه، هر چیز مناسب. از او خاطر انسان در میانه قدم میگذاره. در اینجا الله متعال میگه دستی تبسته نکو در گردنی. این کنایه عزیز است که مثل که یک کسی مصرف نمیکنه در موقع ضرورت، این به مثل کسی است که خب موقع کار برش پیدا میشه لیکن دستش بسته در گردن است، دلش زیاد میخواد که همین کار بکنه لیکن دستش بسته است. این همی قسم مال وقتی ضرورتش پیدا میشه تو مصرف نمیکنی، مثل که دستایت بسته شده باشه. از او خاطر کار نکن. در روزگار امروزی ما و شما چقدر نیاز به مصارف چی داریم؟ بگه مراکز تعلیمی داریم که مصرف شود تا مردم حقیقت دین بدانه. ان ربک یبسط الرزق، شیطان خمیه که محنت تو کده، زحمت تو کشیده، حالی مفتی کده، دینمی را مصرف بکو. الله متعال وعده داده ان ربک، یقینا پروردگار تو، یبسط الرزق فراخ میسازه رزق، لمن یشاء، به کسی که الله بخواه، و یقدر، تنگ میسازه. این در اختیار الله متعال است. ترس نکنی که ما غریب میشم. انه کان بعباده، یقینا الله متعال به بندگان خود خبیرا، خبردار است، ای بصیرا، بیناست. از امو خاطر الله متعال به اموری سابق شما را امر کرده که این کار به این سیستم بکنه، چرا تمام مصلحت‌ها را الله میدانه. ولا تقتلوا اولادکم، شما قتل نکنید اولادایتان، خشیت املاق، از ترس گرسنگی، نحن نرزقهم، ما روزی میدیم به اولادای شما، و ایاکم، برای شما. ان قتلهم، یقینا قتل کردن اولادا، کان هست خطئا کبیرا، این گناه خیلی بزرگ است، گناه خیلی بزرگ است. در زمان جاهلیت
از دو وجه بعضی اوقات قتلا صورت میگیرید. یکی دخترها زنده به گور میکرد به خاطر که عار میدانست که ما خسوری کسی نشوم، دختری ما زنی کسی نشوه، که عمل زشت و نادرستی عرب جاهلیت بوده. دوم گپ، از دست گرسنگی همه ای کارا را میکرد، اولادای خود نعوذ بالله قتل میکردن. الله متعال میگه اولاد به خاطر گرسنگی قتل نکنید. چرا؟ رزق از او الله میگه ما میدیم، ما میدیم رزق از واره و از خودتان ما میدیم. چیست؟ نحن نرزقهم و ایاکم است. اما در سوره انعام باز نحن نرزق چیست؟ کم و ایاهم آمده. اینجا است، اینجا فقر واقع است و بعد از اوی گپ میزنه. یکی طور است که اگر آدم خوفی فقر داره تالی را فقر واقع نشده، در اینجا فقر واقع شده. از او خاطر چی است؟ مردم چون خودشان فقیر است به خود چیزی پیدا نمیکنه، اولاد خدا میگه رزق ما را کم نکنه. از او خاطر الله گفت که نحن نرزقهم و ایاکم، وارم ما روزی میدیم شما را ما روزی میدیم. او در روزی کی بود؟ خوف نه خودشان رزق داشت لیکن کفایت برای دیگران نمیکرد. از او خاطر اونجا الله گفت که چیست؟ نحن نرزقکم و ایاهم، شما را ما روزی میدیم و آرم ما روزی میدیم. قتل دو قسم است، یکی قتل حسی است. قتل حسی را میگه که اگه آدم چی میکنی؟ نعوذ بالله از بین میبری. مفسرین کرام سه قسم قتل جور میکنه، اگرچه یک قتل حسی یکی معنوی است لیکن مفسرین سه قسم قتل بیان میکنه. اول قتل حسی که او را قتل حقیقی میگه، مثل که قتل کفار ما و شما جنگ میکنیم او را قتل میکنیم، این را قتل حقیقی میگه. دوم قتل است لیکن قتل حکمی برش میگه، یعنی قتل مثل که اسقاط حمل میکنه زنا، زمانی که طفل 4 ماه شوه او 4 ماه و 10 روز شوه، یعنی 4 ماه شوه، بعد از او اسقاط میکنه، عیناً گناهش با مثل که یک آدم زنده را قتل کرده باشی. اینمی قسم گناه داره به نزد کل علما. این اتفاق است. از 40 روز به بعد یک تعداد علما قائل به ایست که این پروا نداره، لیکن قول از سخت ضعیف است. یک تعداد علما قائل به است که تا از 40 روز پیش اگر چیزی که در شکم مادر پیدا شده را سقط کنی این گناه نداره، لیکن این قولم ضعیف است. قول علمای محققین است که هرگاه نطفه علوق بگیره در رحم مادر، بعد از او اینمی نطفه را دور کردن عیناً مرادف امی قتل است. چرا؟ به خاطر که مثل که در 40 روزگی و در 4 ماهگی امی طفل انسان جور میشه، اینمی قسم در 9 ماه اینمی علوق هم چی میشه؟ انسان جور میشه. از او خاطر از بین برده نشوه. اسقاط حمل با تاسف که حال زنا ازی بسیار کار میگیره، خصوصا یک تعداد میگه که من خدا بیغم میکنم بسم از دوتا، بس نگوی. پیغمبر امر کرده در نکاح کردن میگه که تزوج الودود الولوده، شما زنای را به نکاح بگیره که خب دوستی کننده و چی باشه؟ اولاد آورنده باشه. به خاطر که پیغمبر علیه السلام میگه فانی مکاسر بکم الامم یوم القیامه، در سیر امتای دیگه من سر شما فخر میکنم. از او خاطر چیست؟ تابعداری پیغمبر باید زیاد باشه. اما کفار با دسایس مختلف در اینجا امی گپی خود پیاده میکنه، چون زنای مسلمان ما قدراگی نداره، خوش به ایسته که برو دیگه چیست قطع حمله بکنم او اسقاطا شروع است. نعوذ بالله، این بسیار سخت جرم است، گناه کبیر است. سوم قسم قتل که او عبارت از محروم ساختن اولاد از علم است. از علم محروم ساختن این قتل سوم قسم است. چرا؟ مثل که قتل مرگ انسان از بین میبره، دیگه از وجود تو هیچ فایده گرفته نمیشه. اگر یک آدم جاهل باقی میمانه علم برش حاصل نمیشه، از او هیچ نوع فایده حاصل نمیشه. پس این مرادفی چی است؟ قتل است. الله مثل که منع کرده او طور قتل که اولاد آدم نعوذ بالله از بین میره، در دنیا هیچ باقی نمیمانه، اینمی قسم ایرم منع کرده که اولاد در حالت تاریکی به علم باقی بمانه. چرا که اولاد به علم باقی ماند، نه خدمتی تو را میشناسه، نه حقی تو را، نه حق الله متعال، و نه از اون هیچ کدام فایده به دست می آید، بلکه او بجز از تاوان و بوج بالای جامعه، بالای مردم دیگه هیچ چیز باقی نمیمانه. از او خاطر این قسم محروم کردن از علم در جمله قتل شمار میشه. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا.
شما نزدیک نشوید زنا، یقینا کاری بد است و ساء خیلی بد است، سبیلا را خیلی راه فساد است، راه ایجاد دشمنی و ضایع شدن نسب است. از او خاطر الله راه بد تعبیر کرده. الله در اینجا طور نمیگه که ولا تزنو، زنا نکنه، بلکه الله متعال میگه نزدیک نشوی. این را سد و ذرایع میگه. سد و ذرایع یکی از امور یا قوانین مهم در دین اسلام است. اسلام اینطور دینی نیست که یک دفعه تو را در جنایت واقع کنه بعد از او برات بگه که جنایت نکو. اسلام قبل از این تدابیر میگیره که تو در جنایت نرسی. فرق بین نظام اسلام و نظامای غربی نمیسته. نظام غرب برای تو زمینه را مهیا کرده، زنا کلش لچ میگرده، حتی نعوذ بالله عورتش پوشیده نیست. در مجامع، در چوکی، در زینه، در موتر، در مکتب، در هر کار زن خطت یک جا کرده و بعد از اون میگه که تو یاری خطش نکو. اگر بریزا باشه پروا نداره، اگر بریزا باشه این گپ صحیح نیست. عجیب است. طبیعت های انسان کی اینقدر کنترل میشه؟ انسان بسیار ضعیف است، نمیتونه کنترل بکنه. از او خاطر او جمع نکردن مثلی است که اگر آدم در دریام داخل شده برش میگه که تر نشو. او برادر در دریا داخل است، در آتش داخل کرده ایشه و برش میگه که نسوز. امکان نداره. از او خاطر در اسلام اینطور گپ نیست. در اسلام قبل از قبل اسباب احتیاطی، تدابیر احتیاطی گرفته میشه. الله میگه ولا تقربوا الزنا، اسباب زنا مهیا نشوه. اسباب زنا کدام است؟ موضوع خیلی مهم است. پیغمبر علیه السلام میگه یک زن بیگانه که محرمش نباشه در یک اتاق خلوت کرده نمیتونه. یک زن سفر کرده نمیتونه بدون محرم. خب حالی این تدابیر گرفتن است. این حالی کدام چیزی که مقدمات زنا است الله متعال را حرام کرده. در این عصر ما، در این روزگار ما اینمی مسئله خیلی زیاد اوج گرفته. در کورس دختر و بچه در یک چوکی نشستن، در پوهنتون در یک جای درس خواندن. هر قدر دخترای جوانی که زنا کرده امروز مشکلاتی که پیداست یقین به الله بکنه طور دخترها گریان میکنه که پرسان نکن. کی فاسقین گرفته عزت تا آبرویشان ریختانده، آلی وقتی که پدر و مادر به نکاح میده ایران میمانه که چی کنیم. حمل گرفته میباشه. این گپا تا این اندازه را اوج گرفته. علتش چیست؟ علتش است که اسباب گناه مهیا شده. اسباب گناه کدام است؟ در هر جای کار مختلط شده. در دفترها کار مختلط، در مکتب درس مختلط، در کورس مختلط، کلی جای، در بازار خود، در موتر آنقدر انبویی و ازدحام و گپاست که هیچ پرسان نکن. و خطرناکترین اسلحه که امروز ما را شکار کرده مسئله موبایل است. مسائل موبایل در بدر خاک بسر کرده مردمه. دختر جوان چی میکنی موبایل؟ بچه جوان چی میکنی موبایل؟ دکاندار هستی، کار و روزگاری قوی داری، رابطه زیاد پیدا میکنی. آلی یک فردم بدون موبایل نیست. او موبایل اینترنتی لعنتی برآمده. اینترنت کسی تقوا دین نداشته باشه تباه میکنه، تباه میشه. اینمی کلش لعنتی الله است که برای ما آمده. در بدر شد مردم. این کلش قرآن برات میگه ولا تقربوا الزنا، در زنا نزدیک نشو. اینمی وسایل نزدیک کردن زنا است. از همون خاطر است ما اگر مسلمان هستیم اینمی فرمان الله را مراعات میکنیم. این را چی میکنی؟ حاجی صاحب خودش در تلویزیون زن بیت میخونه، رقص میکنه، این لق لق برش سی میکنه، پالیش دخترش نشسته، بچهش نشسته، زن نشسته. راستی تا نبگوی اما دخترایی که رقص میکنه، اما مردم که برش نشسته است هیجانی نمیشه؟ اما مردم خودشان نمیخیزه، رقص نمیکنه. او چرا میکنه؟ حیا کجا رفت؟ غیرت کجا رفت؟ حیثیت کجا رفت؟ او دختر کیست؟ دختری کیسته؟ او دختر کیست؟ امروز او دختر از سبا دختری تو میره امو رقم میشه، از او یاد میگیره. همین طور شده. همین حالت ها فعلا در بدری خیلی زیاد شده. خب مردم توجه نمیکنه. یک روز کسی تظاهرات نکرد که ما نه قبول نداریم که دخترها و بچه ها یک جای در پاندون برن. عجیب قانون در افغانستان. تا که دختر خرد است، بچه خرد است، تا صنف 6 جدا جدا درس بخونه که خب در جوانی برسه، که خب جوان شوه، خب موقع چیسته آتشی شوه، در اوجه باز اردویشان یک جای باید درس بخونه.
با زمانی که دختر در پانتون حجاب کنه برش میگه برای این پانتون است، این مسجد و ملایی نیست. معلم میایه چادر دختر خودش دور میکنه. اینی استازای چی تان است؟ پانتونای تان است. یک نفر در مقابل همین معلم بیدین تظاهرات نکرده، اقدام نکرده. کل تدابیر در مقابل کی گرفته میشه؟ عالمی برحق، عالمی که حقیقت بیان میکنه، دین به مردم تشریح میکنه، در مقابل از او دسیسه است، به دیگرها کلگی آزادی است. یعنی حالات ماست. قرآن برای ما میگه ما باید از این خود دور بکنیم. اسباب زنا کلش انسان دور بکنه. این تصاویر الله دور بکنه، نعوذ بالله. ببینه چقدر بدبختی است. با تاسف که زنا قدری خدا نمیفهمه. ای زن، مقام تو را اسلام شناخته، عزت تو را اسلام شناخته، حیثیت به تو قائل اسلام است. دنیای غربی کافر فقط چهره تو را، وجود تو را وسیله برای کامجویی خود جور کرده، برای رونق دادن تجارت خود. در ساجق خود عکس تو را بزنه، در آینه خود عکس تو را بزنه، در هتل خود عکس تو را بزنه، در موبایل خود، در اعلانات موبایل خود عکس تو را بزنه، در اشتهاری بگوید مارکت های خود از تو کار بگیره. اعلان های تجارتی توسط دخترای چی میشه؟ کدام دخترها میشه؟ میشه نمیشه؟ او آجی صاحب باز چی میگه؟ والا کار بارم خود میچله مولوی صاحب. چی رقم میچله؟ اعلان دادیم، ده اعلان ده می تلویزیون اعلان دادیم، حالی قطیکی اعلان دادی آجی صاحب. توسط کی بو اعلانات کردی؟ تو وجدان داشتی؟ غیرت داشتی؟ به خاطر به دست آوردن 4 روپه زن و دختر یک مسلمان به معرض نمایش قرار دادی. چرا اینطور کار کردی؟ این کلش قرآن برای ما میگه که نزدیک نشوی. چرا؟ این فاحشه است، این بی‌حیایی کامل است، عمل زشت است، در این نزدیک نشوی. یقینا بی‌حیایی کامل است. و ساء سبیلا، راه خیلی زشت و بد است. نسب مختلط میشه، بدبختی به وجود میاد، طاعون، مرگ طاعون شروع میشه. الله متعال برای ما میگه دشمنی ها ایجاد میشه، نسبا کلش از بین میره. نکنی به این نزدیک نشوه. اسبابی که ما را به آخرت میرسونه این میسته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.